میثاقی اون چیزی که من انتظار داشتم ازش نیست. حداقل اون چیزی که پیش ما کار میکرد، ما میشناختیمش. شاگرد شماست؟ با اینکه من میدونستم پرسپولیسیه، ولی توی روزنامه‌مون با هم کار میکردیم. میثاقی باید بدونه که کرامت انسان‌ها خیلی مهمتر از پست و مقام هاست. امروز من با عادلی که اینقدر به ما گیر میداد، اینقدر با ما چالش داشت، اینا به خوبی ازش یاد میکنیم، با احترام. البته که شما انتقام سختی گرفتید توی اون مصاحبه. از مثلا این لیوانو فروختم به شما، اجاره دادم به این، آبش هم میگن آقای چیز بخوره، آقای میثاقی بخوره. اطلاع نداریم، من بهتون اطلاع میدم. ببینید ما یه چکی رو مثلا از آقای میثاقی گرفتیم، بازیکن ما بوده، دادیم به آقا منو مثال نزنید خواهشاً. بقیه هستن. آقای مظلومی چکو گرفتن. خب دادیم آقای مظلومی